سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، میخوایم یک دست جادویی فوق‌العاده عالی براتان انجام بدم. واقعا دیگه یکی آخرش هست. حتما این ویدیو را از اول تا آخرش ببینید. نمیخوایم زیاد ویدیو طولانی شود، به این خاطر میریم سر اصل مطلب. دوستان، اول ما باید قطار براتان نشان بدم که تمام اینا گرد و دست هر کدامشان هر جای هست میبینن دیگه. درست ما یک دانه پر از اینجا از طرف شما یک دانه انتخاب میکنم. شما ببینین، دقت کنن. این پر شماست، چارتایی پاشا. این را حتما یادتان باشه. ببین، هر قدر که بخواین ما گت میزنم یا چی میبرم قطارا. سعی کنین خب میتونم تا 3 ساعت هم همطوری گت بزنم یا ببرم، به خاطر که ویدیو زیاد طولانی نشه زودتر خلاصش میکنم براتان. بازم براتان نشان میتم. ببین که قطعه تمامشان قاطی پاتی است و گت هم براتان زیاد زدم. درست است؟ دوستان، این رو فراموش نکنین. غیر از این که ما پرتان پس از لابلای اینا میکشم و در آخر یک غافلگیری جالب و فوق‌العاده عالی دارم. او دیگه واقعا دیگه آخرش است. خیلی خفن است. النظام قطار تمامشان قاطی پاتی است. آموزش این بازی را ببینین، در کلیپ جداگانه مندازم براتون ببینین، یاد بگیرید و دوستان خودتان حیرت انگیز کنین با این بازی. ای بود چارتایی پاشا. و او غافلگیری که گفتم در آخر غافلگیری تان میکنم ایسا 4 تا 4 یک جای، 4 تا توس یک جای و تمام قطعات تمامشان در جای خودشان رفته. آموزش این بازی را در یک کلیپ جداگانه درست میکنم و در داخل پیج مندازم. او کلیپ هم حتما ببینین، یاد بگیرین و با دوستانتان انجام بدین، حیرت زدهش کنین. یادشان نتین تا که یک مهمانی فوق‌العاده برتان نگیره. دوستان عزیز، حتما لایک و فالو یادتان نره و باقی ویدیوها را حتما ببینین، یاد بگیرین و دوستان خودتان را حیرت زده کنین. تشکر.